فصل اول. چه کسی به میک جگر میخندد؟ 5 آت 2005 کاوایی هاوایی. امروز جمعه 5 آت 2005 در کاوایی در ایالت هاوایی هستم. هوا به طرزی باور نکردنی صاف و آفتابی است. یک ابر هم در آسمان دیده نمی‌شود و انگار حتی مفهوم ابر هم در ذهن نمی‌گنجد. مثل همیشه اواخر ژوئیه وارد شهر شدم و آپارتمانی اجاره کردم. صبح‌ها که هوا خنک از پشت میز تحریر می‌نشینم و از هر دری چیزی می‌نویسم. مثل همین الان که دارم اینها را می‌نویسم. مطلبی راجع به دویدن که تا هر جا دلم بخواهد می‌توانم ادامه بدهم. تابستان است و هوا طبیعتاً گرم. هاوایی را جزایر تابستان ابدی نامیده‌اند. ولی از آنجا که در نیمکره شمالی واقع شده 4 فصل خاص خودش را البته به نوعی بحث‌برانگیز دارد. تابستانش قدری گرمتر از زمستان است. من مدت زیادی در کمبریج ماساچوست اقامت داشتم. تابستان‌ها آنجا با آن هوای گرم و خفگان‌آور و آن همه آجر و بتن مثل جهنم است و هوایی در آن مقطع از سال در قیاس با کمبریج مثل بهشت است. اینجا نیازی به کولر ندارید، فقط کافی است پنجره را باز بگذارید تا نسیمی روح‌بخش وارد اتاق شود. اهالی کمبریج همیشه از اینکه میشنوند میخواهم ماه اوت را در هاوایی بگذرانم حیرت میکنند. مدام از من میپرسند چرا میخواهی تابستان را در آن منطقه گرم سپری کنی. نمیدانند اینجا چه جور جایی است و بادهای دائم استوایی از جانب شمال شرقی تابستانهایش را چقدر خنک میکنند. نمیدانند زندگی اینجا چه لذت بخش است و آدم میتواند راحت و سرخوش لم بدهد، در سایه‌سار درختان کتاب بخواند و یا اگر هوس کرد مثل هر کس دیگری برود و تنی به آب بزند. از وقتی به هاوایی آمده‌ام روزی 1 ساعت، کم یا زیاد، دویده‌ام. 6 روز در هفته. 2 ماه و نیم است که دوباره به روال سابق برگشته‌ام و مگر اتفاق خارق‌العاده‌ای پیش آمده باشد وگرنه هر روز دویده‌ام. امروز 1 ساعت و 10 دقیقه دویدم، در حالی که با واکمنم به 2 آلبوم از گروه لاوین اسپونفول خیال پردازی یا زمزمه‌های لاوین اسپونفول گوش می‌دادم که هر دو را روی یک مینی دیسک تکثیر کرده‌ام. همین حالا دارم فکر می‌کنم که مسافت دویدنم را افزایش دهم. خواه‌ناخواه سرعت برای من در درجه دوم اهمیت قرار دارد. مادامی که بتوانم مسیری تعیین شده را بدوم به چیز دیگری جز آن فکر نخواهم کرد. گاهی اگر خوشم بیاید تندتر می‌دوم، ولی در آن صورت زمان تمرین را کمتر می‌کنم، چون نکته مهم آن است که شور و نشاط فرد در پایان هر جلسه ورزش به روز بعد منتقل شود. همین رویه را در مورد نوشتن هم در پیش گرفتم و آن را جزء واجبات می‌دانم. هر روز موقعی از نوشتن دست می‌کشم که احساس می‌کنم باز هم توان نوشتن دارم. این کار را انجام بدهید تا ببینید روز بعد برنامه‌تان چه راحت و روان پیش خواهد رفت. به گمانم ارنست همینگوی هم به همین ترتیب عمل می‌کرد. آدم باید برای پیش بردن کارهایش در باهنگ را حفظ کند. در پروژه‌های طولانی مدت این امر بسیار اهمیت دارد. در دویدن به محض تنظیم ریتم گام‌ها، آسودگی خاطر از راه می‌رسد. امروز موقع دویدنم دقایقی باران بارید، ولی بارانی خنک بود که احساسی خوشایند به همراه می‌آورد. ابری انبوه از جانب اقیانوس درست روی سرم آمد و بارش ملایم لحظاتی ادامه پیدا کرد، اما بعد ابر انگار چیزی به یادش آمده باشد. ای وای، چند فرمان را باید اجرا کنم. بی‌آنکه نگاهی هم به پشت سرش بیاندازد با شتاب راهش را گرفت و رفت. دوباره سر و کله آفتاب بیرحم پیدا شد تا زمین را داغ کند. سر درآوردن از آب و هوای اینجا مثل آب خوردن است. هیچ نکته پنهان یا مبهم، نه حتی یک مورد ناچیز استعاری یا نمادین در آن یافت نمی‌شود. در طول مسیر از کنار دوندگانی دیگر، زن و مرد تقریبا به تعداد مساوی رد شدند. آنها که پرنفس‌تر بودند مثل باد جلو می‌رفتند و بدنشان هوا را مثل پنیر می‌برید. انگار سارقی در پیشان باشد. بقیه که اضافه وزن داشتند به هن افتاده بودند. چشم‌هایشان نیمه باز بود و شانه‌هایشان فرو افتاده. پنداری دویدن آخرین کاری باشد که بخواهند در دنیا انجام بدهند. قیافه‌شان طوری بود انگار دکترشان هفته قبل به آنها هشدار داده بود که دیابت دارند و اگر ورزش نکنند به دردسر می‌افتند. من بین این دو گروه دونده جایی بینابین داشتم. از گوش دادن به آهنگ‌های گروه لاوین اسپونفول سیر نمی‌شوم. موسیقی آنها حالتی آسوده و فارغ‌بال دارد و هیچ نشانه‌ای از تصنع و خودنمایی در آن دیده نمی‌شود. با شنیدن آن نواهای آرامش‌بخش بسیاری از خاطرات دهه 60 برایم زنده می‌شوند. خاطراتی که البته چندان هم برجسته و بارز نیستند. اگر بر فرض مثال قرار بود فیلمی از روی زندگی من ساخته شود که حتی فکر آن لرزه به اندامم می‌اندازد،
صحنه‌های مربوط به این خاطرات از جمله بخش‌هایی می‌بودند که در اتاق تدوین دورشان می‌ریختند و تدوینگر در مقام توضیح کار خود می‌گفت این تکه‌ها را می‌توانیم حذف کنیم. بد نیستند ولی خیلی معمولی‌اند و ارزش چندانی ندارند. خاطراتی پیش و پا افتاده و حقیرند، اما تک تکشان برای من ارزشمند و معنادار هستند. تا یکی از آنها به یادم می‌افتد ناخودآگاه لبخندی بر لبانم می‌نشیند و یا اخم می‌کند. شاید شبیه خاطرات دیگران باشند، ولی از برآیند آنها یک نتیجه حاصل می‌شود. من در اینجا و اکنون در ساحل شمالی کاوآیی. گاهی به زندگی فکر می‌کنم، احساس می‌کنم تکه چوبی هستم که آب با خود به ساحل آورده باشد. موقع دویدن باد استوایی از سوی فانوس دریایی می‌وزد و برگ‌های اکالیپتوس را بر فراز سرم به خشخش وامی‌دارد. امسال اواخر ماه مه به کمبریج در ایالت ماساچوست رفتم و از آن موقع تا به حال دویدن بار دیگر پای ثابت برنامه‌های روزانه‌ام بوده است. حالا دیگر به صورت جدی می‌دوم. منظورم از جدی آن است که هر هفته 36 مایل تقریباً 58 کیلومتر می‌دوم. به عبارت دیگر 6 مایل در روز و 6 بار در هفته. اگر می‌توانستم هر 7 روز هفته بدوم بهتر می‌بود، ولی ناچارم روزهای بارانی و روزهای پرمشغله کاری را هم در نظر بگیرم. علاوه بر آن صادقانه بگویم روزهایی هستند که اصلا دل و دماغ دویدن ندارم. اینها را کنار هم بگذارید یک روز خواه ناخواه به عنوان روز تعطیل از برنامه کنار می‌رود. با این حساب با 36 مایل در هفته می‌توانم در ماه 156 مایل بدوم که همان ملاک من برای دویدن جدی است. در ماه ژوئن برنامه را به مو اجرا کردم و 156 مایل را کامل دویدم. در ژوئیه مسافت را بیشتر کردم و آن را به 186 مایل رساندم. 6 مایل روزانه را می‌دویدم ولی دیگر روز تعطیل نداشتم. البته اینطور هم نبوده که برنامه روزانه‌ام تغییر نکند. برای مثال گاهی پیش می‌آید که در یک روز 9 مایل می‌دوم ولی در آن صورت روز بعد فقط 3 مایل می‌دوم. معمولاً با ضرباهنگ آرام گام‌ها 6 مایل را در یک ساعت می‌دوم. منظم‌ترین برنامه دو در یک سطح جدی برای من همین برنامه است. از وقتی هم به هوایی آمده‌ام از آن عدول نکردم. سال‌هاست که می‌توانم چنین مسافت‌هایی را بدوم و چنین برنامه‌های مشخصی را اجرا کنم. به چند دلیل در مقاطعی از دویدن جدی دست کشیدم. اول از همه مواقعی که سرم شلوغ شده و وقت آزادم به حداقل رسیده است. جوان‌تر که بودم به نظر نمی‌رسید به اندازه کافی وقت آزاد داشته باشم، ولی دست کم از قید و بند این همه اعمال ریز و درشت کنونی فارغ بودم. علتش را نمی‌دانم، ولی آدم هر قدر سنش بالاتر می‌رود مشغله‌اش هم بیشتر می‌شود. دلیل دیگر آن بوده که در مقطعی به ورزش سه‌گانه بیش از مونوتن علاقه‌مند شده بودم. در این ورزش هم که می‌دانید باید علاوه بر دویدن شنا و دوچرخه سواری کرد. با بخش دو آن مشکلی نداشتم ولی برای مهارت در دو بخش دیگر ناچار شدم وقت زیادی صرف کنم. شنا را باید دوباره از صفر شروع می‌کردم و حرکات صحیح آن را یاد می‌گرفتم. برای دوچرخه سواری هم لازم بود به صورت اصولی آموزش ببینم و در صورت نیاز برخی از عضلات را تقویت کنم. تمام این موارد نیازمند صرف وقت و نیرو بود که خواه ناخواه از زمان دویدنم کم می‌کرد. ولی شاید مهمترین دلیل آن بود که در مقطعی از دویدن خسته شدم. من از پاییز سال 1982 به این ورزش رو آوردم و از آن زمان تا به حال نزدیک به 23 سال آن را ادامه دادم. طی این مدت میتوان گفت که تقریبا هر روز دویدم، هر سال دست کم یک بار در مسابقه ماراتن شرکت کردم، 23 بار تا حالا، و آنقدر در مسابقات استقامت شرکت داشتم که حسابشان از دستم در رفته است. البته دو استقامت با شخصیت من سازگار است و باید اعتراف کنم که از میان تمامی عادتهایم در زندگی این یکی از همه سودمندتر و بامعناتر بوده است. همچنین باید یادآور شد که بیش از 2 دهه دویدن مرا قدرتمندتر کرده است، چه از لحاظ فیزیکی و چه از نظر احساسی. واقعیت آن است که من با ورزش‌های گروهی چندان میانه‌ای ندارم و در این مورد به خصوص کاری هم از دست کسی برنمی‌آید. طبیعت من چنین است. هر بار که به فوتبال یا بسکتبال رو می‌آورم که البته در دوران بزرگسالی به‌ندرت چنین اتفاقی افتاده است، حتی یک لحظه هم احساس راحتی نمی‌کنم. نمی‌دانم به دلیل بی‌برادری بوده است یا چیزی دیگر. به هر حال هیچ‌وقت با بازی‌های گروهی کنار نیامدم. از طرفی در ورزش‌های تک به تک هم مانند تنیس کارایی خوبی ندارم. از بازی اسکواش لذت می‌برم، ولی هر بار که قرار می‌شود با کسی بازی کنم و چه رقابت مایه آزارم می‌شود. اگر هم بحث ورزش‌های رزمی به میان بیاید به راحتی می‌توان دور نام مرا خط کشید. سوء تفاهم نشود، من آنقدرها هم غیر رقابتی نیستم،
قضیه فقط آن است که بنا به هر دلیلی غلبه بر دیگران یا شکست از آنان هیچ اهمیتی برایم ندارد. احساسی است که از دوره نوجوانی داشته‌ام و در طول سالها تغییر چندانی نکرده است. بحثی نیست که به حوزه یا رشته خاصی محدود باشد. اصولا موضوع غلبه بر دیگران در اندیشه من جایگاهی ندارد. علاقه من بیشتر دستیابی به هدفی است که برای خود ترسیم کرده‌ام و از این قرار دو استقامت، ورزشی ایدئال و کامل برای انسانی با ساختار ذهنی من است. دوندگان ماراتن حرف مرا درک می‌کنند. برای ما چندان مهم نیست که دونده دیگر را شکسته‌ایم. البته دوندگان تراز اول دوست دارند از نزدیکترین رقبایشان جلو بزنند و بر آنان غلبه کنند. ولی در مجموع محور اصلی کار یک دونده که هر روز تمرین می‌کند رقابت فردی نیست. بیشک دوندگانی هم پیدا می‌شوند که برای چیره شدن به رقیبی خاص به تمرینات سخت می‌دهند. ولی سوال این است که اگر بنا به هر دلیلی آن فرد نتواند در رقابت شرکت کند، آنان چه خواهند کرد؟ در چنین مواقعی یا انگیزه‌شان را به کلی از دست می‌دهند یا دست کم میل و رغبتشان فروکش می‌کند. چنین افرادی در این رشته زیاد دوام نخواهند آورد. عاملی که بیش از هر چیز دیگر به اکثر دوندگان انگیزه می‌دهد، هدف شخصی است. برای نمونه رسیدن به یک حد نصاب تازه و شکستن رکورد خود. مادامی که یک دونده بتواند دست به رکورد شکنی بزند، از کار خود خوشنود خواهد بود. در غیر این صورت چنین احساسی سراغ او نخواهد آمد. حتی اگر نتواند به حد نصاب مورد نظر برسد، تا زمانی که از نتیجه کار و نهایت تلاش خود رضایت داشته باشد، که شاید در جریان مسابقه هم منجر به کشفی مهم در مورد خود او شده باشد، به هدف خود رسیده است و احساسی امیدوارانه و خوشایند تا مسابقه بعد به او انگیزه خواهد داد. این قاعده در حرفه خودم نیز مصداق دارد. در رمان‌نویسی نیز تا جایی که من می‌دانم مسئله‌ای به نام برد و باخت مطرح نیست. شاید فروش نسخه‌های فراوان از یک رمان، اهدای جایزه‌هایی به آن و ستایش‌های منتقدان ملاک‌هایی برای موفقیت آن کتاب در جهان ادبیات تلقی شوند، ولی در نهایت هیچ یک از این موارد اهمیتی ندارد. نکته اساسی آن است که آیا نوشتار به ملاک‌هایی که نویسنده برای خود تعیین کرده است دست یافته است یا نه. ناکامی در دستیابی به ملاک‌ها و معیارها موضوعی نیست که بتوان به راحتی توضیحش داد. وقتی پای دیگران در میان باشد، آدم همیشه می‌تواند یک توضیح مجاب کننده ارائه دهد، ولی او که نمی‌تواند سر خودش کلاه بگذارد. از این منظر نوشتن یک رمان و دویدن تا آخر خط مسابقه ماراتن شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند. اساساً یک نویسنده محرکی درونی و خاموش دارد و در پی کسب تایید از جهان بیرون نیست. دویدن از دید من هم تمرین است و هم یک استعاره. من با دویدن هر روزه و شرکت در مسابقات مختلف ذره ذره ملاک‌ها را بالاتر میبرم و با شفاف کردن هر مرحله از کار در واقع خود را ارتقا میدهم. دلیل تلاش هر روزه من دست کم همین بوده است که سطح کار خود را بالاتر ببرم. خودم میدانم که برنده بزرگی نیستم، از هیچ نظر. معمولی هستم یا شاید بتوان گفت متوسط. ولی مسئله آن نیست، بلکه نکته مهم این است که آیا میتوانم از دیروز بهتر باشم یا نه. در دوحه استقامت تنها رقیبی که باید بر آن غلبه کرد خود است، کسی که قبلا بوده اید. از 40 سالگی به بعد اما سیستم برآورد ذاتی من دستخوش تغییر شد. ساده بگویم دیگر نتوانستم زمان دویدنم را بهبود ببخشم و به گمانم با توجه به سن و سال گریزی از آن نباشد. هر کس در مقطعی از سنش به نقطه اوج شرایط جسمانی میرسد. منکر تفاوت‌های فردی نیستم، ولی در اکثر موارد میتوان مشاهده کرد که شناگران در 21 دو سالگی مشت زنان، در 28 و 9 سالگی بازیکنان بیسبال، در 34-5 سالگی مرحله اوج شرایط جسمانی را پشت سر می‌گذارند. کسی از این قاعده مستثنا نیست. زمانی از یک متخصص چشم پرسیدم آیا تا به حال کسی را دیده‌اید که پا به سن گذاشته باشد و چشمش ضعیف نشده باشد؟ خندید و گفت تا این لحظه حتی به یک نفر هم برنخوردم. این گفته در مورد قضیه بالا هم صادق است. خوشبختانه وضعیت اهالی ادبیات و هنر فرق می‌کند و نقطه اوج کارشان به یک مقطع سنی خاص محدود نمی‌شود. برای نمونه داستایوفسکی دو رمان با رام‌های تسخیر شدگان و برادران کارامازوف را که از ژرف‌ترین رمان‌هایش هستند در چند سال آخر عمر و در هولوش 60 سالگی نوشت. دومینیکو اسکارلاتی در طول دوران حیات 555 سونات برای پیانو نوشت که اغلب آنها مربوط به دوره حد فاصل 47 تا 62 سالگی‌اش بودند. من در جایگاه دونده در سالهای پایانی دهه چهارم عمر مرحله اوج جسمانیم را پشت سر گذاشتم. پیش از آن هدفم آن بود که ماراتن را در 3 ساعت و نیم بدوم، یعنی هر کیلومتر در 5 دقیقه یا هر مایل در 8 دقیقه. گاهی حد نصابم کمتر بود و گاهی بیشتر.
اغلب بیشتر از زمان مورد نظرم بود. به هر حال همیشه رکوردم فقط 2-3 دقیقه با آن زمان اختلاف داشت. حتی مواقعی که فکر می‌کردم کارم افتضاح بوده است، رکوردم به 3 ساعت و 40 دقیقه نمی‌رسید. حتی مواقعی که خوب تمرین نکرده بودم یا سر فرم نبودم، برای باور نکردنی بود که زمانم به 4 ساعت برسد. تا مدتی روال ثابت یکنواختی حاکم بود، اما طولی نکشید که نشانه‌های تغییر هویدا شد. مثل قبل تمرین می‌کردم، ولی رفته رفته متوجه شدم که هر بار رسیدن به زمان 3 ساعت و 40 دقیقه برایم دشوارتر می‌شود. دیگر 1 کیلومتر را در 5 دقیقه و نیم می‌دویدم و رکوردم برای پایان بردن یک مسابقه ماراتن به مرز 4 ساعت نزدیک شده بود. اگر راستش را بخواهید قدری شوکه شده بودم. مگر چه اتفاقی افتاده بود؟ اصلا به ذهنم خطور نمی‌کرد که علتش بالا رفتن سن باشد. آن روزها در مخیله‌ام نمی‌گنجید که قوای جسمانی‌ام سیر نزولی را آغاز کرده باشد، ولی انکار یا نادیده گرفتن این قضیه از سوی من اهمیتی نداشت، چون آمار و ارقام رکوردهایم آرام آرام افت می‌کردند. سوای آن، همانطور که قبلا نیز اشاره کردم، علاقه‌ام به ورزش‌های دیگر همچون سگانه و اسکواش بیشتر شده بود. به خودم می‌گفتم که نباید فقط به دویدن اکتفا کنم و بهتر است با تنوعی در برنامه‌های روزانه سایر اعضای بدنم را نیز به فعالیت وادارم. یک مربی خصوصی شنا استخدام کردم تا اصول صحیح این رشته را به من آموزش دهد و به کمک او توانستم سریعتر و راحتتر از گذشته شنا کنم. ورزش جدید فعل و انفعالاتی در عضلاتم پدید آورد و رفته رفته تغییری شگرف در فیزیک بدنم ایجاد شد. همزمان با آن، درست مانند جریان جزر و مد که آب در جایی بالا و در جای دیگر پایین می‌رود، حدنصابم در ماراتن آرام ولی به طرز محسوس افت پیدا کرد. متوجه شدم که دیگر مثل سابق از دو لذت نمیبرم. میان من و میل دویدن درهای دهم باز کرد به نام خستگی پایدار. ناامید شده بودم از اینکه تمامی سخت‌کوشی‌هایم بی‌نتیجه مانده و چیزی مانع از ادامه فعالیت من می‌شود. مانند دری که معمولا باز بوده اما ناگهان به روی آدم بسته شود. نام آن وضعیت را مرحله کبود دونده گذاشتم. بعدا درباره ماهیت این کبودی بیشتر توضیح خواهم داد. از آخرین باری که در کمبریج اقامت کردم 10 سال می‌گذرد. حد فاصل سال‌های 1993 تا 1995 بود. در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون. تا چشمم به رود چارلز افتاد، شوق دویدن دوباره در من زنده شد. رودخانه‌ها تغییری نمی‌کنند مگر آنکه بلایی عظیم نازل شود. و این رود هم هیچ فرقی با گذشته نکرده بود. زمان گذشته بود. دانشجویانی آمده و رفته بودند. من 10 سال پیرتر شده بودم و آب‌های فراوانی از زیر پل رود چارلز عبور کرده بودند. ولی رودخانه به همان وضع سابق باقی مانده بود. هنوز هم چابک و خاموش به سوی بندر بوستون جریان می‌یافت. رود کرانه‌ها را سیراب می‌کند. موجب قد کشیدن علف‌های تابستانی می‌شود که منبع غذایی پرندگان آبکناران هستند و بی‌وقفه زیر پل قدیمی روانه می‌شود. در تابستان ابرها را بر سطح خود به تماشا می‌گذارد. در زمستان با توده‌های یخش ارزندام می‌کند و همیشه در سکوت رو به سوی اقیانوس دارد. پس از پشت‌سر گذاشتن تشریفات اداری برای نقل مکان به کمبریج، جاگیر شدن در خانه و رسیدگی به مواردی دیگر از این دست، برنامه‌های دوهای جدی را دوباره پایه‌ریزی کردم و سفت و سخت به آن چسبیدم. با استشمام آن هوای لطیف و روح‌بخش صبحگاهی، بار دیگر شور و شوق دویدن بر زمینی آشنا به سراغم آمد. صدای گام‌ها، نفس زدن‌ها و ضربان قلبم همه با هم ترکیب شده و ضرباهنگی واحد تشکیل داده بودند. رود چارلز را مکانی پاک و مقدس برای مسابقات قایقرانی به شمار می‌آورند و همیشه خدا هم یکی را می‌بینید که بر آن پارو می‌کشد. از مسابقه دادن با قایقران‌ها خوشم می‌آید. البته بیشتر دفعات آنها از من جلو می‌زنند، اما هر بار که یکی از آن قایق‌های تک پارویی مجال کافی داشته باشد، می‌توانم رقابتی نفسگیر و تنگاتنگ با او راه بیندازم. کمبریج پر از دونده است که شاید به‌خاطر میزبانی این شهر در مسابقه ماراتن بوستون باشد. مسیر دو آن در امتداد رود چارلز تا ابد ادامه دارد و اگر کسی بخواهد می‌تواند ساعت‌ها در آن مسیر بدود. منتها اشکالش آن است که دوچرخه‌سوارها هم از آن استفاده می‌کنند و دونده باید مدام یک چشمش به دوچرخه‌های تیزرویی باشد که مثل باد از کنارش رد می‌شوند. در چند جا هم چاله-چوله‌هایی به چشم می‌خورد که اگر لحظه‌ای از آنها غافل شوید کله‌پا خواهید شد. چند تابلوی راهنمایی رانندگی هم سر راه آدم وجود دارد که می‌تواند دردسرساز بشود. سوای موارد یاد شده، این مسیر برای دویدن حرف ندارد. گاهی حین دویدن به موسیقی جاز گوش می‌دهم، ولی اغلب راک را ترجیح می‌دهم، چون کوبش سازها در آن بهترین مکمل برای ریتم گام‌ها در دویدن است.
از میان گروه‌های راک هم بیشتر خواهان شنیدن آهنگ‌های Red Hot Chili Peppers، Gorillaz، Beck و چند گروه قدیمی‌تر از جمله Creedence Clearwater Revival و بیچ بویز هستند. موسیقی‌هایی که ریتمشان تا حد امکان ساده است. در حال حاضر بسیاری از دوندگان برای گوش دادن به موسیقی از دستگاه پخش آیپاد استفاده می‌کنند، ولی من همان دستگاه پخش مینی دیسک خور و قدیمی‌ام را بیشتر دوست دارم. کمی از آیپاد بزرگتر است و ظرفیت حافظه‌اش به اندازه آن نیست، ولی در عوض کار من را راه می‌اندازد. در حال حاضر تمایلی ندارم بحث ادغام موسیقی با کامپیوتر را دنبال کنم. همانطور که قاطی کردن بحث کار با دوستی یا امور جنسی نیز عمل پسندیده‌ای نیست.